سلام دوستان عزیز، این ویدیو را با دقت گوش کن، ارزش دیدن را دارد. روزی مادری به خدا گفت: خداوندا، چرا قلبم را انقدر مهربان آفریدی که برای دیدن از مورچه های روی خیابان قلبم می سوزد. خداوند گفت: من تو را انقدر به مانند خود آفریدیم که بندگانم وجود من را از مهربانی تو حس کنند. مادر گفت: خداوندا، چگونه وجود من را لایق وجود خود دیدی؟ خداوند گفت: از آن روزی که به درگاه من دعا کردی: خداوندا، از عمر من کم کن و عمر فرزندم بیفزا. یعنی چقدر مادرها مهربان است. مادرهای من را باید